بنده خدا چقدر داره هزینه نیست، نوشم نیست. چقدر هزینه شده براش؟ 20 میلیون. با عرض سلام، خسته نباشید. دوباره تابستون شد و آقا یه چیز بگم از تعویض سخنی‌ها همکارا محترم. آقا صفر نکن. یه دونه اینه، میبینی چه کار کردی؟ بنده خدا چقدر داره هزینه نیست، نوشم نیست. الان رفته بنده خدا یه روغن بره عوض کنه، بره مسافرت، برسه به عروسیش. اومده اینجا پیش من یه دستمزد، یه جوشکاری، یه تراشی، یه اسنپ، بره بیاد آخرش اینم گیرش نره، بده جوش بدن، بدهشم چرکین شه. بابا صفر میکنی درست. اینقدر در مغازه عجب. شاید همتون ناراحتی در دست من که چرا دارم میگم. به خاطر یه بابا رزرس یه دفعه باز کن، یه دفعه ببند. سفتش کن، اندازه سفتش کن. بابا من بردم اینو جوش دادم، به خدا قطعا 5 جا رفتم اینو، یکی شسته، یکی بازش کرده، یکی برده جوش داده، یکی رفته نشگیری کرد تا رسه اینجا تا من برام ببندم. از تصفیه تایمان میخوام بهتون براتون بگم. اینم تصفیه تایم. آقا تاریخ داره، هر چیزی تاریخ مصرف داره. 50000 تا مقاومت نکن بشه 70 تا. میبینی تازه الان سرسرم چه بستیم. این سرسرم تازه بستیم. چقدر هزینه شده براش؟ 20 میلیون. یه تصویری که با 4 5 تومن ختم به خیر میشد، یه جرس سقینم خودی 25 تومن اینجا اومده وایساده که من جمعش کنم بفرستم بره. تصویر تایم میدم آقا سر ماه 2 تا به خدا 2 تا 3 تا ریکس نکنین که الان 20 تا گذشته ازش. به این شکل پاره شده. تازه میگم هنوز جا داره. ببین شاید هنوز سوپاپ نخورده. بنده خدا صاحبش میگه. یه تایمی داره، یه وقت داره. پس دقت کنید نذار تایمش رد بشه که این مصیبت عمل بخوره. ممنونم که کانال ما رو هدایت میکنید. میای یادی مدد لایک هم یادت نره.